مهتاب وقتی همه چی خوب و خوش زندگی کردن هنر نیست. وقتی شرایط مخالف تو مسیرت نیست باید بدونی چی کار کنی. زندگی هیچ وقت واسه هیچ کسی خوشبختی رو پیشکش نکرده. هر چقدر که درست رفتار کنی باز سرنوشت بازی خودشو داره. مگه میشه که کسی در رنج نباشه؟ واقعا نمیشه. یعنی من فکر کنم ما روزایی که خیلی حالمون خوبه یا خیلی خوشحالیم هم چیزایی هست که رنجمون میده، ولی اون رنج رو گذاشتیم کنار و الان این شادیه غلبه کرده بر اون رنج. خسته میشه، کوچیک و بزرگم نداره، ولی یادت باشه هر وقت که خیلی خسته شدی که دیگه فکر کردی هیچ توانی برات نمونده، درست همون موقع قد میکشی.